برایت ارزش قائل هستید در 3 جا نرو. دوست خوب من، اگر برای شخصیتتان ارزش قائل هستید در این 3 جا به هیچ وجه نرو. که اگر بروید در حقیقت به خود ارزش قائل نیستید، عزتتان، اعتبارتان، شخصیتتان آسیب می‌بیند. 1. هرگز به هیچ جا زیاد نرو. حتی دوستان، پیش دوست نزدیکتان که زیاد بروید قدرتان کم می شود. این قانون طبیعت است. چیزی که کمیابه است در نظر مردم مهم جلوه می کند، هرچند که کم کاربرد باشد. الماس کمیاب است، قیمت دارد. آب زیاد است، مردم اون را به عنوان جارو استفاده می کند. در حالی که ما 1 هفته آب نخوریم میمیریم، الماس را تا آخر عمرم نبینیم، هیچ آسیب به ما نمیرسه. پس چرا الماس قیمت است، آب قیمت نیست؟ به خاطر اینکه آب زیاد است، الماس کم است. اگر میخواهید که قدر و منزلتت بالا برود، به خود ارزش قائل هستید، به هیچ جای زیاد نرو. نه با دوستانت زیاد بگرد، نه به خانه های فامیل زیاد برو، نه زیاد گپ بزن، نه زیاد بخور، نه زیاد مذاق کن، نه زیاد بخواب، نه زیاد کار کن. یادتان باشه در تمامی شؤون و ابعاد زندگیتان میانه رو باشه. خیر اموری فی اوسطها. دومین جا، هرگز و هرگز جایی که بودنت و نبودنت فرق نمی کند نرو. چی نیاز است که در همچون جایی بروید؟ جایی که شما سیاهی لشکر باشید چی فایده ای دارد که بروید؟ پس اگر جایی بود که بودن شما و نبودن شما نمیتوانست معادله را برعکس بکند، نقش به اعتبار شما بیفزاید، به موفقیت این دنیا و آن دنیای شما کمک بکند، از بود اخلاق به شما کمک بکند، سطوح اجتماعیتان را بالا ببرد، نروید. جایی که بودن و نبودن ما فرق نکند، در حقیقت بودن ما توهین به خود ماست، نبودن ما ارزش به ما دارد. پس نرو در اونجا. 3. جایی که عزت نفس شما آسیب می‌بیند، به هیچ وجه نروید. جایی که بروید در اونجا غیبت است، در اونجا سخنان زشت و بیهوده گفته می شود، در اونجا افراد نشسته است به چرس و چلم و قمار و حرفای رکیک مشغول است، جایی که سخنان بیفایده بالا و پایین می شود، جایی که افراد طیف پایین از بود ذهنی نشسته است، هرگز نرو، چون خودتان آسیب می‌بینید. بعضی جاها هم هست که ما می‌رویم به شکل کنایه‌های نامیمون غیر مستقیم به ما آسیب می‌زند. دوست خوب من، اگر می‌خواهید عزت نفست آسیب نبینه، شخصیتتان به تعالی برسد و به خودت ارزش قائل هستید، این 3 جا نرو. 1. به هیچ جا زیاد نرو. به هیچ جا دوستان زیاد نرو. در تمام ابعاد زندگی اوسط را در نظر بگیر که خیر اموری فی اوسطها. 2. جایی که بودن و نبودن هیچ فرق ندارد، نرو. چرا میره؟ وقت را ضایع میکنید. 3. جایی که عزت نفس شما آسیب میبیند، به هیچ وجه نروید. کارتان، زندگیتان، برنامه‌تان مهم است، نه اینکه دیگران به شما آسیب بزنند. به جای این موارد یاد بگیر کم پیدا باش ولی با ارزش باش. یاد بگیر زمانی که جایی برای شما ارزش قائل هست، جای شما خالی هست، اونم در صدر مجلس برو، در غیر این صورت نرو. جایی که افراد ناباب است، هرگز نرو که آسیب میبینید. جا دارد که از حمایت‌های بی‌دریغ شما سپاسگزاری نمایم. حمایت‌های شما روزنه‌ای است برای مشوقیت ما که مسیر را ادامه بدهیم. از شما سپاسگزار هستم.